من دعا میکنم تو وقتی هستم نمیتونم پاچه و راست کردن نمیتونم ایشم قاق شده که ایشم بریدم ایش قاق شده اینا میخه بپوش خواه یا جا یا یاردم میکنید نه شما جانا خدا برکتون دیه دولتتون زیاد کنه براری کار داده نفس میگیره شما قندم بلند میشه حسرت هستم که یک از دست ما بگیره هفته ماه بیرونه نمیبینم 7 ماه در بیستری بیماری خواه التماس میکنم خونه ندارم همچه گوهتی رو در خونه مرد میگه خونه رو خالی کنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادرای عزیز. ویدیو مادر دیدین برادرای عزیز. اول خواهش میکنم به خاطر الله بعدم هر یک نفر که پدر مادر چه دوست میداره بعد به قدر این ویدیو میرسه و به قدر همین مادر میرسه که این مادر حتی فرزندای پدر خودش پرتافتگیان. به همین خاطر خواهش میکنم که باید هر یکی ما و شما فرزند همین مادر شیم، باید یک جای بشیم همین مادر ما کمک کنیم. امروز که یک پای مادر بریدگیان ما ویدیو استراش نیشه پوش بریدگیان اپلیس کردگیان ما در تلگرام کانال میپارتومش تماشاش کنیم برادر عزیز. یک پوش بریدگیان با پای دیمشان باید ببرند. به همین خاطر خواهش میکنم از همتون پهن کنید چی قدر میتونید این ویدیو را لایک مونی پدلیت کنید پهنش کنید تو همین سومی درکاری جمع شوه همین مادر مقصد اپیراس کنن پای دیمشان باید که ببرند. همین جمع دوشنبه سیتی دختر چایمونم و بعد زبیربانکی بچه شمیمونم. مادر یک پسر دارد و یک دختر شوهر دارد و پسرش در همین غریبیه با 40-50 هزار مادر نمیتونه. مثلا اختون میدونه که کوارتیر و دیگر شرایط. به همین خاطر مادر در بالینسته خوب هسته. خواهش میکنم به خاطر الله برادرای عزیز لایک مونه پدلیست چی قدر همین شما لایک مونه هموقع ویدیو پهن میشه هموقع فرزندای همین بگه ملت تاجیک همین مادر دیده دستگیری میکنن. الله یار مددگارتون باشد. ویدیو مادر درس تماشا کنین و در کامنتریا کانال نوی ما هست اونم دوره پادسه کنین. الله یار مددگارتون باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ولی با ناز نشدم ولی گشته نمیتونم شمام نمیبینه سا قانون بالا میشه که کور میشه سمه ندارم که هم دارم بگیر التماس میکنم بچه ها التماس میکنم یاردم کنی حق تو دعا میکنم تو هستم همه وقت همه بلند میشه یک آمده میرم هیچه نمیفهم نه حق بیرون میگم یک از بیرون برورمه یک از اقلا یا پریسته بون میگیرم سیمه ندارم باش خوش میکنم درختون دعا میکنم عشق ندارم نه ایسو عشق